Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود زمانه میرسد که انسان ها چنین میپرسند معلوم است که همه هستی را خدا آفرید پس خود خدا را کی آفرید هنگام شنیدن چنین سخن بگویید او خدای یگانه است او بی‌نیاز است همه به او محتاجند اما او به کسی احتیاج ندارد نزاده است و نزاده شده است هیچ کس او را همتا نیست سپس به جانب چپ 3 مراتب طوف کرده بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بعد این وسیله از شر شیطان به خداوند پناه ببرید